أوجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تقربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل مهجة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی شبکه جهانی وصال حق، در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید به طور مستقیم تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما سروران و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمات بیکران الهی بهره‌مند بوده و توفیقات پروردگارمان شامل حال همه ما و شما بوده باشد. دوستان گرامی، با قسمت دیگر از قسمت‌های برنامه خلق عظیم بار دیگر مهمان شما گرامیان هستیم. به اجازه شما سروران، در آغاز این برنامه از طرف شما و خودم خدمت حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری، کارشناس دائمی برنامه، عرض سلام و ادب دارم و ایشان را به استودیو خودشان خوش آمد میگم. جناب مولانا سلام علیکم. و علیکم السلام. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار، استاد صیقل عزیز و مهربان، خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر جناب مولانا صاحب. البته امروز هم گرامی گفتین و هم مهربان. البته خودتان ان شاء الله مهربان هستین و لطف دارین و دائما در حق بنده بگم بزرگ نوازی، کوچک نوازی، هر چی که بگم دارین. تشکر از شما جناب مولانا صاحب. خب بینندگان ارجمند و گرامی، البته اگر به یاد داشته باشید ما در 3 قسمت گذشته ای برنامه صحبت هایی داشتیم پیرامون برخی از مباحث اولیه و مقدماتی پیرامون اخلاق و در برنامه گذشته اخلاق اسلامی را به تعریف گرفتیم و به برخی از نکات در این خصوص جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن اشارات داشتند و این برنامه را باز هم با شعری که جناب مولانا صاحب در برنامه گذشته خدمت شما زمزمه کردن، شعر امیرالشعراء زبان عربی شوقی است: انما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. یعنی واقعا ملت ها را اخلاق آنهاست که نگه می‌دارد، حتی در صورتی که اخلاق آنها از بین برود و نابود شود، این ملت ها هم وجود نخواهند داشت و از گیتی رخت برخواهند بست، چون وجود انسان، تمدن انسان، فرهنگ انسان بستگی به میزان و حجم اخلاق انسان دارد. انسان باید اخلاق داشته باشد و اگر فاقد اخلاق باشد انسان نخواهد بود. خب دوستان گرامی، بحث این برنامه، سری برنامه های ما پیرامون یکی از خصلت های مهم اخلاقی و فضیلت مهم اخلاقی امانت داری است. در آغاز میخوام جناب مولانا صاحب اگر
به عنوان مقدمه اگر تعریفی داشته باشیم ابتدا از کلمه امانت که خصلت امانت یا فضیلت امانت که امانت در لغت چرا میگویند و در اصطلاح امانت به چه خصلت ها و به چه عمل اطلاق میشه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له رواه أحمد أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. براستی هم موضوع بسیار مهم و با اهمیت اشاره فرمودیم و در این برنامه بحث خواهد شد مسئله امانت. خود امانت وقتی که نگاه میکنیم هر شیء که ما بخوایم بشناسیم وقتی ضد از او شناختیم و معنای ضد از او فهمیدیم زودتر به معنا و مفهوم او لغت و کلمه آشنا میشیم. ضد امانت خیانت هست. پس وقتی که میگیم خیانت خود جایگاه و معنا و مفهوم امانت دانسته میشه که امانت به معنای پاسداری هست، امانت به معنای حفاظت هست، امانت به معنای امنیت هست، امانت به معنای مواظبت هست، امانت به معنای مراقبت هست، امانت به معنای نگهداری و رازداری هست که با مجردی که ما فهمیدیم که ضد امانت خیانت هست همه صفتهای زیبا میآید تحت امانت و امانتداری شامل میشه. و اگر بخوایم اصطلاحاً که اهل لغت بیان کردن حتی علما بیان کردن هر کدام از خود تعریف دارن نسبت به تعریف امانت که اصطلاحاً چی معنا هست. بعضی از علما بیان کردن کل حق لازمک اداؤه و حفظه، هر حقی که لازم میشه برای شخص دو چیز، اول ادا و بعد حفظ یا اول حفظ و بعد ادا. این را میگن امانت. یک شیء را میگیریم به خاطر حفظش و پس تسلیم میکنیم به صاحبش، این را میگن امانت. به تعبیر دیگر که اصطلاحاً علما بیان کردن و میفرمایند کل ما افترض على العباد فهو امانه. هر چیزی را که الله سبحانه و تعالی فرض کرده بر بندگان خود که عبارت از امر هست، اوامر هست، نواهی هست، مسائلی که از آنها الله سبحانه و تعالی دستور داده به اجرایش و ما را منع کرده و ما را گفته اجتناب کنیم از نواهی و اینها. پس اوامر پروردگار و نواهی پروردگار و او چیزی که الله سبحانه و تعالی فرض کرده مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل جهاد، مثل مسائل معاملات و بیع و شراء و اینها که تعلق میگیره به احکام شریعت، این را علما بیان کردن که این اصطلاحاً به معنای امانت هست. پس معنای امانت یا امانتداری محدود به حفظ ودیعت یا سپرده که یک طرف به طرف دیگر می سپاره نیست، معنای گسترده تر، معنای وسیع تر و معنای عمیق تر داره. بله. که شما گفتین که حتی آن چرا که الله تعالی بر بندگانش فرض کرده یا آن چرا که از نواهیش برای ممانعت آن دستور داده، رعایت آن در حقیقت امانت است، رعایت امانت است. خب جناب مولانا صاحب، اگر شاید کسی بپرسه که چرا شما در اولین قسمت وقتی آمدین از فضیلت‌های اخلاقی
بحث کردین چرا از امانت آغاز کردین؟ چرا فضیلت امانت، اخلاق امانت شما به بحث گرفتین؟ اهمیتی چی است؟ طبعا وقتی که ما بحث از اخلاق هست و مسائل اخلاقی هست و برنامه ما بر عنوان خلق عظیم پیش میره، همانطوری که در برنامه گذشته اشاره کردیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید و انک لعلی خلق عظیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دارای این صفت عظیم و بزرگ که عبارت از اخلاق حمیده و پسندیده هست می باشند. یکی از ویژگی های خاص نبی کریم صلی الله علیه و سلم، از صفت های یعنی که نه تنها بعد از بعثت بلکه قبل از بعثت به نام محمد امین بودن و انتخاب این موضوع هم که شده چون الله سبحانه و تعالی میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه بود و پیامبر امین بود، پیامبر امانتدار، پیامبری که در عرصه این صفت برای یعنی عرب قبل از اسلام اسوه شده بود. همه وقتی میدیدن میگفتن محمد امین آمد، محمد امین رفت، محمد امین چی گفت، محمد امین. پس وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم دارای این صفت بودن، به این واسطه این موضوع انتخاب شد. نکته دیگر اینه که ما وقتی که نگاه میکنیم به مشکلات امت اسلامی که امروز اگر در عرصه سیاست هست، اگر در عرصه در ابعاد مختلف وقتی که نگاه میکنیم، مشکلات اقتصادی هست، مشکلات اجتماعی هست، مشکلات خانوادگی هست، مشکلات در بیع و شرا هست، همه مشکلات گوناگونی که ما در بین جامعه خود میبینیم و یک برادر میبینیم که میگه من در حالت نگرانی، در حالت اضطراب، در حالت وحشت، در اینها به سر میبرم. یک برادر میگه که نمیدونم چرا دلتنگ هستم. یک خواهر میگه نمیفهم چرا در زندگی خود خوشبخت نیم. کل این مشکلات رو وقتی بخواهیم بررسی بکنیم میبینیم که در امانت و امانتداری ما در بین جامعه نقص و نواقص پیدا شده است. پس وقتی که امانتداری ما درست بشه و یک انسان مؤمن و مسلمان در کنار مؤمن بودن و مسلمان بودن این صفت امین بودن را در زندگی خود احیا بکنه، کل مشکلاتش برطرف میشه. به این واسطه این عنوان انتخاب شده که من امیدوارم که این جلسه اولی که ما ارتباط به یکی از ویژگی های اخلاق، یکی از فضائل اخلاق که امانتداری هست بحث ما هست، امیدواریم که در دیگه صفت ها هم که ما وقتی پیش میریم نگاه میکنیم که باز هم در محور امانت و امانتداری بحث میچرخه. بنابراین امیدواریم که اولا هدف از این که این برنامه انتخاب شده که ما اسوه‌ای که امین بود، اسوه‌ای که امین بود، رسول صلی الله علیه و سلم، اسوه حسنه، او را بیشتر بشناسیم در قسمت امانتداری او تا زندگی او در زندگی خود پیاده بسازیم. و نکته دیگر هدف این برنامه اینه که ما مشکلات زندگی خود را در ابعاد مختلف چگونه دور بسازیم. اینه که ما این صفت در زندگی خود احیا بکنیم، صفت امانت و امانتداری، تا ما بشیم جز انسانهای امین و انسانهایی که محبوب پروردگار عالم بودن. تشکر جناب مولانا بزرگوار. البته هدف از اینکه ما فضایل اخلاقی را در این برنامه مورد بحث و کنکاش قرار میدیم تنها این نیست که ما بیاییم اینجا وقت جناب مولانا صاحب بگیریم، وقت شما رو جناب مولانا صاحب و بیننده های هم پای تلویزیون بشینن و چند لحظه بگن ما شنیدیم. نی، هدف این است که وقت و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، البته فضیلت امانت و اخلاق امانت را تا حد همه ما شاید از آن واقف باشیم و بشناسیم،
اما اینکه وقت ما اینجا میاییم از این فضیلت یا از فضایل دیگر اخلاقی بحث میکنیم و یاد میکنیم و در پرتو آیات قرآنی و احادیث پیامبر و عمل سلف صالح این موضوعات را مورد بحث قرار میدیم، این است که ما این اخلاق را چنانه که مولانا صاحب ذکر کردن دوباره در زندگی خود، دوباره در جامعه خود احیا کنیم تا سعادت و خوشبختی دنیا قبل از آخرت نصیب ما شود. خب جناب مولانا صاحب از آنجایی که البته ما در برنامه گذشته هم گفتیم که منبع و مصدر اصلی اخلاق اسلامی قرآن و سنت نبوی است و ما وقت پیرامون مسائل اخلاقی صحبت میکنیم این تمامی مسائل برگرفته شده از قرآن و سنت است. بیاییم از لابلای آیات قرآنی اهمیت این موضوع را بیشتر بهش اشاره کنیم. درباره اهمیت و جایگاه امانت و امانت داری اگر بخوایم که فقط نصوص قرآن و سنت رسول صلی الله علیه وسلم و یا اقوال سلف صالح اشاره کنیم نیاز به چندین برنامه هست و اینها، و به طور خلاصه و نمونه ما چند آیه از آیات قرآن عظیم الشان و حدیث رسول صلی الله علیه وسلم اشاره میکنم. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء در آیه 58 میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله سبحانه و تعالی امر میکنه شما را، امر پروردگار عالم، یعنی مسئله امانت داری امر الهی است. این مسئله نیست که ما این را فکر بکنیم که از جمله مباحات هست یا بالاخره وقتی ما بحث فضائل را مطرح میکنیم این یک موضوعی در بخش فضیلت بود. اگر ما انسان امینی بودیم خب یک فضیلت را کسب کردیم، اگر نبودیم ما ترک یک فضیلت کردیم. نه خیر، الله سبحانه و تعالی بیان میکنه به صراحت ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الیه. الله امر میکنه شما که امانات شما به اهل از اونا بسپارید. بر این آیه ما پس برمیگردم جناب استاد بزرگوار، به این آیه ما چند آیه اشاره میکنم، پس به این آیه بیشتر صحبت میکنیم. نکته دیگر از جمله اهمیت امانت داری، الله سبحانه و تعالی انسانهای امین و انسانهایی که آنها توجه بر امانت و امانت داری دارن اینها را جز مفلحین بیان کرده آورده. در سوره مؤمنون الله سبحانه و تعالی در آیه 8 میفرماید قد افلح المؤمنون، به تحقیق که مؤمنین رستگار شدن، کامیاب شدن. کدام مؤمنین؟ صفتهای اینا یکی پی از دیگر بیان میشه که در ادامه میفرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونهایی که امانات متوجه امانات خیش هستن، متوجه به حفظ امانات تلاش میکنن و کوشش میکنن، جز مفلحین و رستگاران هستن. و همچنین همانطور که قبلا اشاره کردم صفات نبی کریم صلی الله علیه و سلم که یکی از صفات حمیده ایشان امین بود، صفات انبیاء علیهم السلام همه امین بود، یعنی همه انبیاء امین بودن که الله سبحانه و تعالی از بعضی از انبیاء اشاره میکنه در قرآن به صراحت. مسئله قصه حضرت موسی علیه السلام که وقتی الله سبحانه و تعالی میفرماید ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی الی آخر آیه، حضرت موسی وقتی که توجه از او میشه رو به طرف مدین و بالاخره میرسه با آن دو دختری که دختران مرد صالح که حضرت شعیب علیه السلام بودن، بعدن که با اونا کمک میکنه و همکاری میکنه و او آب بری از اونها آماده و تهیه میکنه و اینها، وقتی که نزد پدر خود میروند موسی علیه السلام به این اوصاف بیان میکنن، میفرمایند قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. ما مردی دیدیم ای بابا، ای پدر، اگر تو میخوای اون را به خدمت بگیری، او را میخوای که بالاخره در خدمت تو باشه، اون را میخوای که در کنار تو باشه، مردی هست که دارای این صفته که هم قوی و هم امین. مسئله امین بودن در اینجا حضرت موسی علیه السلام، خب
قوی بودن حضرت موسی در آب دیدن که آب را چگونه میکشید و آب را چگونه برداشت و آب را چگونه حمل کرد و از اینها. امین بودن حضرت موسی در اونجا چگونه معلوم شد؟ آن عزت و عفت و پاکدامنی حضرت موسی را چون دختران حضرت شعیب علیه السلام وقتی که دیدن. پس بناهن این صفت از صفات انبیا علیهم السلام. همچنین پاداش امانت و امانت داری، یعنی یک شخص امین میشه، پاداشی چیه؟ شما ببینیم الله سبحانه و تعالی وقتی که ما از حج بحث میکنیم، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند حج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. یک شخص آرزو میکنه که کاش که من به حج برم و حج مبرور و مقبول نصیب ما بشه که من جنت را از آن خود بگردانم. الله سبحانه و تعالی در سوره معارج در آیه 32 میفرمایه همون عبارتی که در سوره مؤمنون بود، میفرمایه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که در امانت و عهد خود توجه کامل دارن. در ادامه میفرمایه چی نصیب اینا میشه؟ اولئک فی جنات مکرمون، اینها در جنت اکرام میشن، در جنت احترام میشن. یعنی جنت از آن انسانهایی که در امانت و امانتداری توجه کاملی دارن که این نعمت عظیم و بزرگ. شاید احتمال داره جناب استاد بزرگوار، من که مثال حج پیشتر بیان کردم، شاید یک برادری در نقطه دوری از دنیا باشه، توان و استطاعت حج نداشته باشه، فکر بکنه جنت را چگونه از آن خود کنم. میتونه در همون محل و منطقه‌ای که هست انسان امینی بشه و جنت از آن او میشه. میتونه در همون منطقه خود یک خواهر مسلمان در خانه خود یک خواهر امین و امانتدار باشه و جنت از آن او بشه. ما نمیتونیم به صراحت که بگیم هر انسان حج آمد، حج کرد، برگشت، او جنت از آن او میشه و حج مقبول و مبرور داره، چون اخلاص از او، نیت از او و اراده از او، همه اینها مسئله مهم است. پولی که در راه مصرف کرده، همه اینها. اما یک نفر در محل خود، در منطقه خود، در گوشه دور افتاده ای از دنیا، یک آدم فقیری یا یک انسان غنی، هر بالاخره هر کس که هست، خواهری، برادری، در محل و منطقه خود تصمیم میگیره که من یک انسان امینی باشم، یک انسانی باشم که امانتدار باشم. این انسان چه کار میشه؟ چی پاداشی از آن این میشه؟ اولئک فی جناتیم، این در جنت که میره، در جنت هم از این چه کار میشه؟ اکرام میشه، احترام میشه، قدردانی میشه از این انسان. همچنین معناش به استقبال همین گفتهتون که گفتین کسی اگر میخواه مثلا قدرت و استطاعت رفتن به حج نداره یا برش میسر نیست، گفتین امین باشه. به یاد یک گفته یکی از فکر کنم سفیان ابن عیینه که از تابعین باشن، یک مقوله بسیار زیبایی دارن. میگن که کسی که سرمایه نداره یا صاحب رأس مال نیست، فلیتخذ رأس ماله الامانه او فلیتخذ الامانه رأس ماله، پس امانت را سرمایه خود بگیرد، امانت را رأس مال خود قرار دهد. چیز سختی نیست. باز ما حدیث دیگر داریم انما الاعمال بالنیات. کسی که آرزوی شهادت میکنه، کسی که آرزوی حج داره، نیت میکنه و از درگاه الله متعال خواستار و خواهان این چیز هست، این خصلت، این زیبایی و این دستور پروردگار هست، حتما الله تعالی اجر او را نصیبش میکنه. طبعا انسان وقتی که در هر گوشه، الله سبحانه و تعالی در تمام امور از ما اکثر نخواسته. حتی وقتی در قرآن میفرمایه لیبلوکم ایکم احسن عملا، علما میفرمایند که در این آیه مبارکه احسن گفته شده. شما در حال ابتلا و آزمایش هستید، الله شما را ابتلا و آزمایش میکنه. بر چی؟ به این که احسن و عملا، کدام یک عمل شما نیک تر هست، پسندیده تر هست. پس به اینه که در اینجا الله سبحانه و تعالی نگفته لیبلوکم ایکم اکثر و عملا،
اکثر نخواسته الله از ما الله احسن خواسته. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما اتقوا النار ولو بشق تمر. شما خود رو از آتش جهنم وقایه کنید ولو به نصف خرما. یعنی اگر نصف خرما در راه الله اخلاص شرطه. به اخلاص در راه الله سبحانه و تعالی نصف خرما دادی، او تو از آتش جهنم وقایه میکنه. پس اینه که مسئله امانت داری، کسی که این امانت داری رو به خود یک فریضه میدانه، به خود یک وجیبه میدانه، به عنوان یک انسان مؤمن و مسلمان وقتی فکر میکنه من مسلمان هستم، پیرو رسول صلی الله علیه و سلم هستم، رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت امین بودن، پس پیامبری که برای من اسوه هست، بیایم بالاخره زندگی رسول صلی الله علیه و سلم، اوصاف رسول صلی الله علیه و سلم در زندگی خود پیاده بکنم. پس به اینه که اهمیت و جایگاه امانتداری ما از آیات و احادیث دیگری ببینیم. جبرائیل علیه السلام وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم امین بودن، جبرائیل علیه السلام ملک مقرب درگاه الهی وحی از الله میگیره و میاره به رسول صلی الله علیه و سلم. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك. نزل به الروح الامین. امین وحی بودن. جبرائیل امین، برای جبرائیل امین گفته میشه. یعنی یک انسان در روی زمین وقتی این صفت در زندگی خود کمایی بکنه که امین بشه، جبرائیل امین، رسول الله امین، شخص هم بشه امین. و این دو بنده که یک ملک و یک انسان و انسان کامل مقربترین موجودات الهی و همچنین شما ببینیم شهر مکه مکرمه، الله سبحانه و تعالی خانه خود را در این شهر قرار میده. الله سبحانه و تعالی انبیاء به این شهر که ابوالانبیاء ابراهیم علیه السلام در این شهر میاره، اسماعیل در این شهر میاره. الله سبحانه و تعالی وصف و اوصاف در قرآن چندین جا میگه لا اقسم بهذا البلد. الله سبحانه و تعالی میگه و هذا البلد بلد الامین والطور السینین و هذا البلد الامین والتين والزيتون والطور السینین و هذا البلد الامین. الله سبحانه و تعالی وقتی که عظمت شهر مکه را بیان میکنه و من دخلوا کان آمنا، الله سبحانه و تعالی وقتی عظمت کعبه را بیان میکنه ولیطوف بالبیت العتیق، الله سبحانه و تعالی وقتی صفا و مروه بیان میکنه ان الصفا والمروه، الله سبحانه و تعالی وقتی مشاعر مقدسه را، الله سبحانه و تعالی وقتی میگه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، همه این فضائل را وقتی بیان میکنه و بعد کل این شهر میگه و هذا البلد الامین. این شهر امین است، شهری است که در اونجا خوف و ترس و هراس نیست. پس و یکی از معانی امانت هم زوال خوف است. پس به اینه که انسان اهمیت یک قضیه که فکر بکنه. جبرائیل امین، رسول الله امین، شهر مکه امین، و خود این انسانی که وقتی که مقام و جایگاه خود را بدانه و بفهمه، بیاره خود را در ردیف امین ها. مثلا اسم شخص هست عبدالله، الله سبحانه و تعالی من و شما را جز امین های امت داشته باشه. شخص عبدالله شد امین، عبدالله امین، مکه امین، رسول الله امین، جبرائیل امین. از این شرف بالاتر و یعنی واقعا افتخار کاملتر و اینها. پس بناهن وقتی که نگاه میکنیم پیرامون اهمیت و جایگاه امانتداری، همانطوری که قبلا اشاره کردم، الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات. برمیگردیم به آیه 58 سوره نساء. اگر جناب مولانا صاحب اجازه بتین، به خاطر که فکر میکنم در رابطه با این آیه گفتنی زیاد دارین و حرف زیاد دارین و ما هم به یک میان برنامه نیاز داریم. به اجازه شما و اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از این میان برنامه انشالله باز هم دوباره در خدمت شما خواهیم بود و پای صحبت های حضرت مولانا صاحب خواهیم نشست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي
القرآن حياتي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سمیعا بصیرا. الله به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبان آنها بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید. چه پند نیکی است پندی که الله به شما می دهد، به درستی که الله شنوای بیناست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم طاهر. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه خلق عظیم با موضوع امانت و امانت داریم. جناب مولانا صاحب، شما داشتین قبل از میان برنامه شروع کردین و اشاره به آیت ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها بفرمایید. تشکر. این آیه مبارکه ما فقط بخواهیم بعضی نکاتی که در این آیه هست اشاره کنیم. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. در این آیه مسئله امانات بیان شده. حالا امانات در بین جامعه ما معروف و مشهور اینه که وقتی شخص آمد مثلا این قلم را به دست کسی داد، این امانت هست و احساس میکنه که فقط تا زمانی که این قلم پیشش باشه ای باید از این قلم حفاظت بکنه و پس درست یک نوع عبادت، یک نوعی از امانت هست. مسئله در اینجا که امانات گفته شده که جمع هست، جمع همه انوار شامل میشه که الان وقتش نیست و ما فقط فهرستوار بیان میکنم و انشالله در آینده بتانیم که انواع امانات بیشتر توضیح بدیم. امانات وقتی در اینجا گفته شده، اموال، مالها امانت هست، علوم امانت هست، مسئولیت ها امانت هست، منصب ها امانت هست، رهبری امانت هست، جامعه، وقتی که در جامعه ما زندگی میکنیم خود این جامعه و زندگی در جامعه از خود اماناتی داره، مسئولیت ها و همچنین مسئله اولاد، تربیه اولاد،
متوجه به پدر و مادر، والدین، همه اینها. یعنی همونطوری که ما وقتی میگیم اولاد امانتیه برای پدر و مادر، پدر و مادر هم امانتیه برای اولاد که وقتی که بزرگسال شدن و اینها جوان شدن، بله مسئولیت کاملا دارن. در این راستا. پس مثلا به گوشه ای از اینها رو جناب استاد بزرگوار اشاره میکنم که برای بینندگان عزیز و گرامی واضح تر بشه. شاید در قسمت وقتی بگیم اولاد امانت هست، یک شخص میگه خب این امانتیه که من باید این رو بزرگ بکنم و فقط شکم این رو سیر بکنم. خوراک و پوشاک هست. مسئله خوراک و پوشاک نوعی از انواع تربیه فرزند و ادای امانت هست. اما مسئله روح، مسئله فکر، تربیه روح و تربیه فکر خیلی مهمه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. مسئله چگونه هر قدر اگر هر قدر شکم اولاد سیر بکنه، اگر هر قدر لباس زیبا بپوشه، اگر هر قدر بالاخره به سر و صورت از رسیدگی بکنه، آیا از آتش جهنم نجات پیدا میکنه؟ نه خیر. این باید تربیه درست باشه، تربیه از لحاظ فکری، از لحاظ عقلی، از لحاظ ذهنی، از هر لحاظ. جسم از این باید رشد میکنه، به حلال رشد بکنه، فکری رشد میکنه، به حلال رشد بکنه و بعد مسائل دینی خود را بفهمه، مسائل اسلامی رو بفهمه، مسائل دین و اسلام و قرآن و اینها را بفهمه، تا اینکه وقتی بزرگ میشه اولاد صالح برای این شخص باقی بمانه. نکته دیگری مثلا وقتی که ما میگیم پدر و والدین با اولاد یک امانت هست، مسئله ازدواج اولاد. وقتی ما پسر خود را میخوایم داماد بکنیم، میخوایم برای او همسر بدیم، حالا انتخاب همسر برای فرزند ما این چگونه هست؟ ما میریم انتخاب میکنیم برای فرزند خود زیباترین دختر. ما متاسفانه وقتی که الان وقتی به خواستگاری میره جای پدر و مادر یا بالاخره یکی از اقارب، کاملا میاین از قد و قیافه دختر و بالاخره از لب و بینی و چشم و اینها برای پسر بیان میکنن و در این راستا، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند تنکح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. پس مسئله این یک امانت هست که شما فرزند خود را داماد میکنید. این قضیه دختر را عروس کردن. وقتی شخص میخواد دختر خود را عروس بکنه، به خانه بختش بفرسته، دیگه نگاه نکنه که طرف پول داره، طرف سرمایه داره. متاسفانه که امروز در این قضیه والدین کمتر توجه میکنن، جامعه ما کمتر توجه انسان ها امروز بر مادیات شده. آیا خانه داره؟ آیا تجارت داره؟ آیا معامله داره؟ آیا بالاخره زندگی آینده تامین میشه؟ در این راستا اما اگر یک انسان مؤمن و مسلمان مراجعه کرد، فوراً جواب رد میشنوه. پس به اینه که والدین در قسمت امانتداری فرزندان خود باید توجه کامل داشته باشن. و وقتی که ما جناب استاد بزرگوار الله سبحانه و تعالی میگه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، که باز بعداً من احادیث رو اشاره میکنم که حالا یک شخص میگه که من خب انسان امینی نمیشم، امانتداری نمیکنم، آیا چی عواقب داره؟ رسول صلی الله علیه و سلم اونها یک با ما بیان کردن. من فقط نکات این آیه رو اشاره میکنم. نکته دیگر اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. مسئله اهل این چی معنا رو میرسانه؟ اینه که هر امانتی چی داره؟ اهل داره. هر امانتی اهل داره. هر کس لیاقت و استعداد کاری داره. ما نمیتونیم که ما هر شخص به چشم ما میخوره او بر یک مسندی به نام قوم، به نام خیش، به نام این و اون ما بیایم این رو مقرر کنیم. اینجا میگه الی اهلها. ما نمیتونیم در چوکی در مسند طبیب انجینر بیاریم بشونیم، نمیتونیم در جای انجینر طبیب بیاریم بشونیم. ما نمیتونیم یک عالمی که بزرگواره، عالم شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، ما میتونیم بالاخره او رو بیاریم پیلوت به جایی که شخص پیلوت هست و طیاره رو به هوا میکنه، پرواز میده، او رو به جای او بشونیم؟ نه خیر.
همانطور پیلوت نمیتونه بیای بر منبر بشینه و امام و عالم نمیتونه بر جای از او بنشینه. پس اینه که هر کس الله سبحانه و تعالی در این آیه میفرمایه که هر امانت اهل داره و هر کس لیاقت و استعداد کار داره. ما باید این نکته متوجه کل باشیم. میسر لما خلق له. هر کی را ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. قبلا شما اشاره کردیم چرا این موضوع انتخاب شده؟ چون ما امروز مشکلات امت اسلامی را زمین میبینیم. شخص لیاقت نداره، لیاقت چپونیر نداره، او را آوردن وزیر استاد کردن. خب مملکت خراب میشه. شخص لیاقت نداره و بالاخره میبینید در یک سمت و در یک مسئولیت قرار گرفته. پس بناهن ما وقتی که اشخاص نظر به لیاقت اینا، نظر به شایستگی اینا، نظر بالاخره به او اهلیت اونها، به او پست و مقام و اینها قرار نمیدیم، ما در حقیقت به این آیه عمل نکردیم، خیانت کردیم به این آیه عمل. وقتی به این آیه عمل نشد، خب طبعا وقتی انسان به قرآن عمل نکنه در این راستا. نکته دیگر جناب استاد بزرگوار، نسپردن امانت به اهلش ای چیه؟ خیانت هست. ما امانت رو به اهلی رو نمیسپریم، بله، این خیانت هست. خب حال شخص خیانت کرده، مثلا یک شخص از ملت، مثلا حالا به ای که انتخابات وجه شرعی داره یا نداره و بحث جداست، در این زمان بحث انتخابات آمده بین کشورها. شخص کارت گرفته میره که رای بده. حالا در این رای خود اگر للهیت رو مد نظر نمیگیره و انسان شایستر مد نظر نمیگیره و انسانی که اهلیت همون پست و چوکیر داره مد نظر نمیگیره و میره برای قوم خود، برای خیش خود، برای یا مسائل دنیوی و هم حزب و هم اینها میره رای میده، این خیانت کرده. حالا شخص رئیس جمهور شد، در انتخاب کابینه خود اهلیت رو مد نظر نداره، انسانهای شایستر نمیاره، خب این شخص خائن شد. این شکل وزیر در زیر دستان خود در اینجا. خب حال وقتی که این شخص امین نشد، پس چی شد؟ خائن شد. خیانت چی شد؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید والله لا يحب الخائنین. الله دوست نداره انسانهای خائنر. وقتی شخص امین نشد، امانتی به او سپرده شد، رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید آیت المنافق ثلاث: اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. حالا وقتی که شخص امین نشد، صفتی از صفات نفاق میآید در وجودش. کی دوست داره خائن باشه؟ کی دوست داره منافق باشه؟ کی دوست داره منفور عند الله و عند الناس باشه؟ پس به اینه که صفت امانت و امانت داری از زندگی ما وقتی رفت، اینجا در جایش صفتهای خبیثه و رذیله میآید. نکته دیگر جناب استاد که در این آیه مبارکه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ادای امانت تنها مربوط به اهل ایمان نیست، به مؤمنین نیست که ما با برادر مسلمان خود وقتی رسیدیم امین باشیم، به غیر مسلمان رسیدیم دیگه اینجا بگیم دیگه امانت داری به درد نمیخوره. نه خیر، چنین نیست. ما در بدایت صحبت گفتیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. پیامبر اسوه حسنه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم شب هجرت سیدنا علی ابن ابی طالب در بستر میخوابانند، شبی که دشمن به تعقیبشان، شبی که دشمن نقشه قتلشان را ریخته، شبی که دشمن میخواد اونها را از بین ببره، دشمن به پی قتل رسول صلی الله علیه و سلم، به پی از بین بردن رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی اماناتی که به پیش اینا بود از کفار، از مشرکینی که اونها دشمن بودن، سیدنا علی در بستر میخوابانند که ای علی فردا از این بستر بیدار شدی و برخاستی امانات را به صاحبانش تسلیم کنی. این آیه میگه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. امانت را تسلیم کن به اهلش، هر کس که میخواه باشه.
هر کس برای تو اعتماد کرد، هر کس که برای تو امانت سپرد و هر انسان. وقتی که ما امانت میگیم انشالله در بحث انواع امانت صحبت میشه. نکته دیگری که میخوام جناب استاد بزرگوار این اشاره کنم که الله سبحانه وتعالی در این آیه میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بعد اشاره میکنه و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. در این الله سبحانه وتعالی دو صفت از صفتهای زیبای خود را بیان میکنه، سمیع و بصیر. این نکته میخوام که اشاره کنم، برداشتی که از این آیه میشه اینه که ای انسانی که تو به عنوان حکم قرار میگیری، به عنوان قاضی قرار میگیری، متوجه باش که این قضاوت تو یک امانت هست، این پست تو یک امانت هست، این اعتمادی که دیگران برای تو کردن که بیا در بین ما تو قضاوت بکن این یک امانت هست. عدالت را فراموش نکنید. پس به اینه که وقتی ما از بعضی از قضات مثلا میشنویم که عدالت درست ندارن، از بعضی قضات میشنویم قاضی ها که حق مظلومین زیر پا میکنن، این دنیای فانی ترجیح میدن بر آخرت. خب از اینها سوال بشه شما که امین نیستید در این عدالت، در این حاکمیت خود، در این حکم خود. خب وقتی شخص امین نشد خب خائن میشه. وقتی خائن شد در اینجا ادامه آیه میفرماید اگر شخص آمد در بین جامعه خود را به دروغ به عنوان امین معرفی کرد، مردم را فریب داد، قضاوت عادلانه نداشت، آمد به دروغ شعار امین بودن و اینها را داد، الله سبحانه تعالی در ادامه آیه میفرماید که ای انسان تو که امروز فریب میدی، تو که انسانها را بازی میدی، اما بدان که ان الله، در ادامه آیه میفرماید ان الله خبیر بصیر و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. الله اکبر. الله ذاتیه که سمیع، میشنوه حرفایی که میگی، بحثی که میکنی، موضوعی که داری. الله سمیع، میشنوه. بصیر، سمیعا بصیرا، میبینه الله سبحانه و تعالی که آیا در حقیقت امینی، آیا در گفتار تو امانت داری هست، در رفتار تو امانت داری هست، در کردار تو امانت داری هست. همه اینها اگر جامعه فریب بدی ولی الله سبحانه و تعالی را فریب داده نمیتانی. نکته اخیر جناب استاد بزرگوار، اگرچه گفتیم که احادیث زیاده، به خاطر اهمیت امانت داری و امین بودن، این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمایند لا ایمان لمن لا امانت له. لا اله الا الله. خیلی سنگین هست. ایمانی نیست برای کسی که امانت داری در از او نیست. سیدنا عمر رضی الله عنه میفرمایند که شما اگر کسی را دیدیم که قیام طولانی داشت و سجده طولانی داشت ولی در قول خود و در رفتار خود امین و امانت دار نبود، اون طولانی بودن نماز او و او صیام و روزی گرفتن او شما را فریب ندهد. پس اگر میخوایم کسی را بشناسیم که این انسان عند الله و عند الناس چی جایگاه و مقام و منزلت داره، فقط امانتداری او و امین بودن او را مد نظر در عرصه های مختلف مد نظر داشته باشید. رسول الله میفرمایند لا ایمان لمن لا امانت له. ایمان نداره، یعنی ایمان کامل نداره، نمیشه که نفی عمومی کرد. ایمان کامل نداره کسی که امانتداری در او نیست. و چه کسی میخواد که ایمانش ناقص باشه؟
چه کسی میخونه؟ هیچ انسانی. وقتی جناب استاد بزرگوار ما نمیخوایم که لباسی که میپوشیم در وجود ما ناقص باشه، وقتی ما نمیخوایم که ما نمیخوایم در خانه ظروفی که داریم ناقص باشه، ما نمیخوایم حتی در دکانی که زندگی میکنیم شیء ناقص باشه، چگونه انسان راضی میشه که انسان در نقص ایمان و کمبودی ایمان انسان راضی بشه؟ جناب آنوسیب، البته فکر کنم کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم. فقط میخواستم پیرامون آیه که الله تعالی میفرماید ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اگر پیرامون آیت هم روشنی بیاندازین که منظور از امانت در این آیت چی است؟ اگرچه جناب استاد بزرگوار البته بحث ما طولانی است، من فکر نکنم که در 2-3 برنامه ما بتونیم این آیه مبارکه امانت ادا کنیم. این آیه مبارکه حقیقتا بحث زیاد داره و حتی مفسرین پیرامون این آیه تفاسیر زیاد نوشتن. به طور خلاصه و فشرده الله سبحانه و تعالی در اخیر سوره احزاب در آیه 72 و سوم میفرماید ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الى آخر آیه. این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی وقتی که آدم علیه السلام خلق کرد و ذریه آدم علیه السلام که در صلب آدم علیه السلام قرار داشت، الله سبحانه و تعالی این امانت پیش میکنه به آسمان ها، به زمین، به کوه ها. نکته ای که در اینجا هست، امانتی که در اینجا ذکر شده چی معنا هست؟ ان عرضنا الامانه، امانه به معنای اطاعت هست، فریضه هست، چیزایی که الله سبحانه و تعالی فرض گردانیده، چیزایی که الله سبحانه و تعالی امر و نهی که داره. الله سبحانه و تعالی اینها را عرضه میکنه به آسمان ها، به زمین، به کوه ها و بعد انتقال میده و حمل میکنه به انسانی که ظلوم و جهول هست. نکته اینجاست که من میخوام چند نکته اشاره بکنم. اول این که الله سبحانه و تعالی میفرماید انا عرضنا، ما پیش کردیم. مسئله پیش کردن تا حمل فرق میکنه. نکاتی که مفسرین بیان میکنن به اینه که برای آسمان ها و برای زمین و برای کوه ها حالت اختیاری بود که الله سبحانه و تعالی پیش کرد که شما این احکام را میپذیرید یا نمیپذیرید. اونها از خوفی که از الله سبحانه و تعالی و از این که میدانستن که این امانت را پیش برده نمیتونن و الله سبحانه و تعالی فابین ان یحملنا، ابا ورزیدن و بالاخره گفتن یا الله ما نمیتونیم. یعنی حالت جبری نبود، حالت حتمی نبود، حالتی نبود که الله سبحانه و تعالی اونها را به آسمان و به زمین و اینها پیش بکنه و آسمان و زمین نافرمانی از الله سبحانه و تعالی داشته باشن. نخیر، حالت اختیاری بود. به همینه که یکی از عرفا میگه که از شعرا میگه که آسمان این بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال را به نام من دیوانه زدن. تقدیر الهی بر همین بود که این احکام بر بنی آدم حمل بشه و نازل بشه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. این انتقال داده شد، این احکام این انسان حمل کرد، گرفت. انسان این را گرفت. وقتی که انسان این را گرفت، این امانت و امانتداری تکیه کرد به انسان، به بنی آدم. میخوام این نکته اشاره کنم. الله سبحانه و تعالی در اینجا انسانهای امین و انسانهایی که از این امانت درست استفاده کردن و انسانهایی که درست استفاده نکردن، الله حال اونها را برای ما بیان میکنه. میفرماید در ادامه وقتی این را انسان پذیرفت و قبول کرد، چون الله سبحانه و تعالی این استعداد اخذ و گرفتن برای بنی آدم و برای انسان داده بود،
همانطور که قبلا اشاره کردم که بحث ما طولانی و بالاخره این آیه هر کدام از خود بحثی داره که مسئله حمل و مسئله عرض و اینها چی تفاوت هایی داره. فقط من اخیر امین را میخوام اشاره کنم که این انسان وقتی که این را پذیرفت، این امانت و قبول کرد، حالا اگر در این امانت خیانت بکنه، الله سبحانه وتعالى میفرماید لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات. بعضی از انسان ها این امانت، این طاعت ظاهرا قبول کردن و باطنا قبول نکردن، باطنا خیانت کردن، اینها شدن منافق. کسی که ظاهر اسلام رو بپذیره، ظاهرا اسلام رو بپذیره و از اعماق دل، که قرآن در قلوب منافق میگه فی قلوبهم مرض، در دلهای اونها مرض هست، این منافقین این را ظاهرا پذیرفتن امانت را، باطنا ترک کردن. مشرکین ظاهرا و باطنا امانت را ترک کردن، خیانت کردن. الله سبحانه و تعالی اونها را مشرک میگه. و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، مؤمنین از این امانت ظاهرا و باطنا استفاده کردن. و کان الله غفور رحیما، اللهی که این امانت را به بشر سپرد، به بنی آدم سپرد، دارای این صفته. و کان الله غفور رحیما، مهربان و آمرزنده هست. پس بناهن این آیه مبارکه ما این را میفهمونه که ای بنی آدم، تو هستی که این امانت را پذیرفتی، تو هستی که این امانت را قبول کردی. حالا در عرصه ترک امانت، بی‌توجهی به امانت، حالت غفلت در امانت، سرنوشت چی میشه؟ الله سبحانه و تعالی متوجه میسازه که اگر ظاهرا به امانت توجه کردی، باطنا توجه نکردی، میری در لیست منافقین. و رسول صلی الله علیه و سلم میفرمان و اذا اؤتمن خانه. اگر ظاهرا و باطنا به امانت بی‌توجهی کردی، به طاعت و به عبادت و به فرمان الله سبحانه و تعالی بی‌توجهی کردی، میری جز بالاخره به گودال جهنم و جز مشرکین و اینها قرار میگیری. اما اگه ظاهرا و باطنا توجه به امانت داشتی، میشی جز انسانهای مؤمن و انسانهای شایسته. به هر حال این آیه بحثش طولانی هست که انشالله در برنامه‌های بعدی حتما پیرامون این آیه بیشتر صحبت خواهد شد. فقط نکته اخیر میخوام این را بگم که هر آنچه که ما داریم، هر آنچه که هست، همه اینها امانات است که پیش ما، که همونطور که گفته شده در حقیقت مالک هر شی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. تشکر جناب مولانا بزرگوار. امیدوارم که بیننده های عزیز و گرامی از بحثی که در این برنامه مطرح شد مستفید و بهره‌مند شده باشید و در این برنامه البته پیرامون تعریف امانت و اهمیت امانت در روشنای آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم به صورت مختصر اشارات شد و این موضوع نیست خدمتتان عرض گردید که امانت تنها محدود و منحصر به حفظ و نگهداری ودیعه و سپرده نمیشه و امانت معنای گسترده تر و وسیع تر داره و شاملتر هست از این موضوع، این مسئله هست. انشاءالله در برنامه بعدی تلاش میکنیم تا پیرامون انواع امانت ها صحبت هایی داشته باشیم. تا آن دم لحظه همه شما سروران و عزیزان را به پناه حضرت یکتای به همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر از شما. قد مازجته سلامة الأذواق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي
المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق